سلام و خوش اومدید به این ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره که آموزش گرفتن پنالتی به رعایتی آب خوردن و براتون آموزش بدم. شما اول چند تا از پنالتی های گرفته شده رو میبینید و بعد میریم سراغ آموزش. خب شما تو این صحنه وقتی که بازیکن شروع به حرکت کرد و باید تکیه‌گاهش رو کنار توپ گذاشت، این موقع باید به پای تکیه‌گاه نگاه کنید و همینطور زاویه بدن. مثلا تو این صحنه بازیکن بدنش متمایل به سمت چپه، بنابراین میزنه به سمت راست، در واقع به شکل برعکس. اگه بدن مایل به سمت چپ باشه، بازیکن میزنه به سمت راست و همینطور برعکس. توی ضربات وسط هم بازیکن بدنش به هیچ سمتی مایل نیست و ضربه رو به سمت وسط میده. خب بعد این که لحظه حرف نمیزنم، شما به ضربات بازیکن‌ها به خوبی با دقت نگاه کنید. اگر از دیدن این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و کانال ما رو هم سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا از ویدیویی که میذاریم باخبر بشی. تا ویدیو بعدی، فعلا.